5 توپ. در بخش رستوران یک شرکت یک مدیر نشسته بود، مدیر اون شرکت داشت غذا میخورد توی رستوران و یه 4 نفر از کارکنان مدیران اون شرکت هم داشتن در کنار یک میز دیگه داشتن با هم صحبت میکردن و غذا میخورن. جوری بلند صحبت میکردن که مدیر عامل شرکت داشت میشنید. خب اونا مدیر بخش روابط عمومی، تولید، بخش فروش و حالا روابط عمومی بودن که داشتن با هم مذاکره میکردن و هر کس از کسب و کار خودش میگفت، از مدیریت خودش و بخش خودش که چقدر مهمه و اگر اون نباشه شرکت نابود میشه و هر موفقیت شرکت رو به خودشون نسبت میدادن و میگفتن اگر ما نباشیم شرکت سودی نخواهد کرد. خب مدیر عامل شرکت پس از اینکه نهارش تمام شد از کنار میز اون 4 مدیر رد شد و ایستاد و گفتش که ببخشید من چون شما بلند صحبت میکردین صدای شما رو میشنیدم و گفتگوی شما رو فهمیدم. میخواستم یک نکته‌ای به شما بگم که کسب و کار، مدیریت یک کسب و کار مثل یک شعبده باز میمونه که باید در آن واحد 5 توپ رو در هوا نگهداری بکنه. اما روی 4 توپش همون 4 بخشی که شما گفتین وجود داره، اما یک توپ قرمزی وجود داره به نام سود که شعبده باز حواسش هست که این توپ قرمز هیچ موقع به زمین نیفته. دوستان اگر میخواید کسب و کارتون موفق باشه و رشد پیدا بکنه باید حواستون به سود کسب و کارتون باشه. همه بخش‌ها اگر خوب کار بکنن، روابط عمومی، تولید، فروش، کارکنان، اداری، ایمنی، همه این خوب کار بکنن اما شما سودی حاصل نکنید به زودی جزو شرکت‌های خاطر انگیز خواهید بود، نه سودده و موفق.